حتما تا حالا شما با دوستتون ماینکرافت بازی کردید و زمانی که ماینکرافت بازی کردید دوستتون و خودتون خونه ساختید. زمانی که خونه ساختید میاد و در خونه‌تون باز میکنید، در میزنید و میاد خونه اشتباهه. بیاد بهتون زنگ در آموزش بدم. لایک و سابسکرایب بکنید برید برای آموزش. اینجا یه دکمه میذارید هر جا که دلتون میخواد. یه همچین جایی رو میکنید هر چقدر میخواد زنگتون خفن‌تر باشه. بعد میاد زیر اون چیز باتوم یا همون دکمه اینجا ردستون میکشید تا اینجا، تا هر جا که دلتون میخواد. بعد میاد و هر طرف 2 تا رو اینجوری میکنید. یه دونه ردستون میذاره و اینجا ردستون رپیتر، اینجا ردستون رپیتر، همینجوری اینجا و هر کدوم میخواد اینجوری تنظیم کنید که دیر یا زود بزنه. ای بابا دستم خورد خراب شد. به این شکل. و حالا بیاید اینجا رو بکنید و اینجا زیرش بلاک امرالد بذارید یا هر بلاکی که صدا داره و بالاش یه دونه نوت بلاک میذارید و هر چقدر میخواد روش کلیک کنید تا صدای قشنگتری بده. حالا میاید و آخر سر میاید و اونجا رو میپوشونید. در همین سادگی. حالا هر وقت خواستید بیاید خونه دوستتون دکمه رو بزنید. حالا من اونقدر نتونستم خفن تنظیمش کنم ولی شما خفن تر تنظیمش کنید یا زنی خفن برای خونه خودتون دوستتون بسازید. لایک و سابسکرایب کن تا بازم از این ویدیوی خفن بذارم.